یکی از نکاتی که همیشه موقع خرید دوباره بهش برمیخوریم اینه که ساعت اتوماتیک بخریم یا کوارتز. اصلا ساعت اتوماتیک و کوارتز چه فرقی با هم دارن؟ ساعت‌های اتوماتیک ساعت‌های مکانیکی هستن که با حرکت دست کار میکنن. ساعت‌هایی که گاهی به اشتباه از قدیم این ساعت‌ها رو ساعت‌های نبضی میدونستن، ولی واقعا نبضی غلط‌ترین حالا لغتیه که میشه در این مورد استفاده کرد. ساعت که با نبض کار نمیکنه. تنها ساعتی که بخواد نبض رو اندازه گیری بکنه یه دونه ساعت هوشمنده که فقط میتونه نبضتون رو اندازه گیری کنه و ساعتتون وابسته به نبض دستتون نیست. ساعت‌های اتوماتیک خیلی میتونه گزینه مناسبی باشه واسه افرادی که تحرک زیادی دارن، ورزش میکنن و حرکت زیادی داره دستشون، به خاطر اینکه یک قسمتی داره این ساعت‌های اتوماتیک، لنگر ساعته که این وقتی که دست شما حرکت میکنه، لنگر یا به زبان انگلیسی روتور، این شروع میکنه به چرخش و ساعتتون رو شارژ میکنه. و البته یه چیزی هم در کنار استفاده ساعت‌های اتوماتیک یادتون باشه، هر موقع که میخواید ساعتتون رو استفاده کنید اول روز یک مقدار قسمت دستکوک ساعتتون رو شروع کنید به چرخوندن و خودتون متوجه میشید که داره شارژ میشه. اون زمانی که دقیقاً داخله، در زمان تنظیم خیر. ساعت‌های کوارتز هم ساعت‌هایی هستن که همون ساعت‌هایی که ما بهشون میگیم باتری خور. اینا با باتری کار میکنن و برقشون رو از باتری ساعت حالا تأمین میکنن. اینا ساعت‌هایی هستن که خیلی دغدغه و مسئلهشون کمتر نیاز دارید شما به تنظیم هر دفعه ساعت و حرکتی هم دستتون اگر نداشته باشه داره کار خودشون میکنه و کم هزینه ترن و در این حال ارزون تر هم هستن موقع خرید. به خاطر این ارزون ترن که اصلا به صورت کیت های الکترونیکی که داخل این ساعت استفاده میشه، چون به صورت اتوماتیک و تعداد تولید میشه و بعضی موقع ها دقت کمتری لازم داره به نسبت ساعت‌های اتوماتیک و کمتر دخیل هستش نیروی انسانی توی تولید اون ساعت، این ساعت ارزون‌تر در میاد. ولی ساعت‌هایی هستن که خیالتون راحت میکنن و امکان داره تا 2 سال 3 سال حتی یه باتری ساعت در صورت تمیز بودن موتور ساعتتون کار بکنه و نیاز ندارید که هی بخواید تکون بخوره دستتون و کلاً تنظیمش بکنید. در کل هر دو تا ساعت‌هایی هستن که بسیار میتونن مناسب باشن اگر که ساعت‌های عقربه‌ای میخواید خرید برای خودتون، ولی باید حواستون باشه ساعت‌های اتوماتیک دقت و نگهداری بیشتری میخوان، باید بیشتر حواستون به تنظیمش باشه و حتی باورتون نمیشه ساعت‌های اتوماتیک با اینکه گرونتر هستن یک مقدار دقتشون به ساعت‌های کوارتز کمتره و این به خاطر اینه که خب این مکانیزم اینا به صورتیه که در حالتهای مختلف دستتون داره میچرخه، داره کار میکنه و تا حدود 1 دقیقه یا 2 دقیقه در روز نهایتاً خوبه که حالا نه که خوبه، امکان داره این ساعت عقب بیفته، اما ساعت کوارتز خیلی کم دارن این علت رو و این حالا مسئله رو. و در آخر ازتون تشکر میکنم که میشینید میبینید ویدیوهای ما رو. امیدوارم که در زمان خرید خیلی بتونید از اطلاعاتی که ما بهتون میدیم استفاده کنید و حتی اگر اطلاعات و چیزایی رو میخواید اضافه کنید به اطلاعات ما توی زیر پستامون بیاید اینا رو کامنت بذارید. ما ادعا نمی‌کنیم که همه چی رو میدونیم و در کنار شما یاد میگیریم.